سلام، لطفاً این لباسشویی رو به اسم لباسشویی اصلی LG نخرید. این دستگاه ساخت چینه، هیچ گونه مارکی نداره، کلاً به صورت خام یا با مارک یونیوا وارد کشور میشه. یک دستگاهیه که ساخت چینه، کیفیت متوسطی داره و با استفاده از این مارکا و برندهایی که اینجا هست و توی بازار به راحتی پیدا میشه، اینا دونه 10,000 تومن میخرن، میچسبونن روی این دستگاه، روی قسمت. و چون دستگاه قیافه خوشگلی داره، به اسم و رسم و به قیمت LG این دستگاه رو میفروشن با 7 تا 10 میلیون تومن اختلاف قیمت. یعنی این دستگاه اگه 10 میلیون تومن قیمت داشته باشه، وقتی مارک رو روش میچسبونن و به LG تبدیل میشه، با قیمت 17-18 میلیون تومن میفروشن و طرف چون مارک برجسته روش هست یا حتی روش حکاکی هم میکنن، LG ساخته کنه، گول میخوره و این دستگاه چینی متوسط رو به اسم LG اصلی میخره. این دستگاه رو اصلا LG تولید نکرده. اگه توی سایت LG هم برید، همچین مدلی اصلا نداره LG و این دستگاه کلا مارک LG نیست. حتما مواظب خریداتون باشید. این دستگاه اصلا LG نیست و کاملا بدل و چینی هست.